Pena. کجاست نه راشی یه مدل سیب زمینیه کارتوف تو ایران نداریم، اما این خیار چنبرا رو ما تو ایران داریم. بچه برگ انگور که باهاش دلمه درست میکنیم تو ایران. نه میگن سالاد. سالاد یا اوکی. اسفناج دیدم که تازه‌ش هم داره. قشنگ این سبزی خوش برای دمنوشه اینا احتمال زیاد. ترشی؟ آره این شویت توی خیارشور رو اینا میریزن از اوناست. آره برای تو خیارشور رو اینا. کلمه‌ای که باشه آره کلمه‌ی آبپز دیگه، حالا دورمه یا غذا نه. راشی بچه اینا یه مدل گوجه است. چند مدل دارن اینو ما تو ایران داریم، اما این مدل و این مدل جدیده، داخلش دونه هم نداره. پیاز شهات رو بزرگ هم اینجا بونه.
میدونی چرا از همه شهر گرونتره؟ چون اینا محصولات باغ محلیه. بله. خیارش اما بکنم تو فروشگاه ارزون تر بود اینجا قیمتش. زمیناشون آره محل. لبو بریم بیرون. همه خودشون کار مثلا مال زمین خودشون رو سرزنه رومانیا. لوکال رومانیا. هر گوشتی که می‌خواید مرکز شهر اگه خواستی از این فیلم ها بگیری به مرکز شهر فروشگاه باغ دوستان اون پایین فروشگاه محلیشون بود که با هم رفتیم نگاه کردیم. بریم ببینیم. اینجا گوشت اینجا خرید کردن تخم سبزیجاته. دونه هر سبزیجات رو دارن که مثلا بگیریم و بکنیم داشته باشیم. بعدا اینجا بچه ها ساعت حدودا نزدیک 1 بعد خیلی آفتاب شدید و خیلی هم گرمه. الان که گرم بریم خونه دیگه. از این و برگردیم بچه تا درود دیگه بدرود به امید دیدار. خدا نگهدار. خیلی گرمه حال میده که شنا کنیم.